ستاره در آسمان تاریخ شناسی. تاریخ نویسی یک پروسه بی پایان است و یک تاریخ نویس باید نشان دهد که حقیقت چیست. در اینجا یک کودک چارغوک کرد که در طفولیت از پدر و بعداً از مادر در آفتاب سوزان بی سایه ماند. When I was born, I was a few months old that my father died in civil war in Afghanistan. My mother got married to one of her relatives, and I was quite young when she died. محمد حسن بر زمین داغ با پای برهنه گام گذاشت. به مکتب رفت و با اراده و همت بزرگ خود مورخ، نویسنده، محقق، فعال سیاسی و بالاخره پوهان محمد حسن کاکر شد. محمد حسن کاکر نگین افغانستان تاریخی متعلم صنف نهم بود که به کندهار آمد و در اینجا برای 1 سال لیسه احمد شاه بابا را خواند. بعد از فراغت از لیسه غازی و دارالمعلمین تاریخ را در دیپارتمنت ادبیات پوهنتون کابل خواند. این شخصیت پرکار خود ساخته برای ادامه تحصیل از پوهنتون کابل و شهر زیبای لندن رفت. For an Afghan with that type of English to be a student at the London University where there is no concession being granted to foreign students, it was not an easy job. After examination, I graduated, came back to Afghanistan. I started teaching at Kabul University, and then after 3 years, I got a grant through a friend of mine, Louis Dupree. I started research work at Princeton University. Then after that, I moved to Harvard University. So I finished my PhD. او دوباره به گهواره دانش و شخصیت‌های تاریخی و ارزش‌های ملی برگشت. او پیشروی تخته سیاه پوهنتون کابل ایستاد تا تاریخ را به شکل عملی به نسل جوان کشور بیاموزاند و به راهنمایی خود شعله‌های تحقیق، نگارش و تدریس تاریخ را به نسل جوان منتشر کرد و به مردم نشان داد که تاریخ چیست. یو ډول ذهنیت ورکړي مورخینو ته چې تاریخ څه شی دی. تاریخ د یو ډیسپلین په توګه باید ومنل شي، نه د پیښو د یو مجموعه په توګه. پوهان کاکر تا هنوز در کنار تخته سیاه ایستاده بود و فرزندان کشور را تربیت می کردند. تحقیق و ترجمه می کرد و برای تدریس اکادمیک تاریخ باب تازه را می گشود. مگر تاریخ از وی سبقت جست و باب خونین و آتش افروزی را در برابر ملت و کشور عزیزش گشود. پس چنین عضو پویا و فعال انجمن استادان پوهنتون کابل و استاد آگاه بر بازی‌های تاریخ چه باید می‌کرد؟ او بر تفکر ملیش استوار ماند. فکر و قضاوتش پیرامون تاریخ به همان سان باقی ماند که اساس علمی داشت. رژیم بیش از هر کس از مخالفت روشنفکران و استادان در هراس بود. سایر یاران پوهان کاکر همانند پوهان مجروح، استاد شجاعی، سعدالدین شپون،
رسول امین و دیگران زنده و یا مرده از صحنه بیرون رانده شده بودند. در این راستا پوهان کاکر نیز در عقب میله های زندان فرستاده شد و حالت خود را پشت میله های زندان این چنین نوشته اند: ما پروفیسران را به خاطر از بلاک دوم تبدیل کردند که منصوبین زندان این زندانیان را خوش نداشت و ترس داشت که همراه استادان زندانی همدردی می داشت. این به خاطر بود که پیش از این ما در دهلیز کلان از بلاک دوم همراه زندانیان در نوشتن دفاع از قضیهشان همکاری می کردیم. اما در میان هزاران زندانی پوهان کاکر کسی بود که در واکنش به زندانی شدنش عکس‌العمل‌های گسترده جهانی ابراز شد. سازمان جهانی حقوق بشر امنستی انترنشنال مرحوم کاکر را زندانی وجدان خطاب کرد. کاکر شاید اعدام شد. ما د خیر ده چې اعدام شد. خیر ده چې اعدام شد. تاسو خو ډېر ځوانان وژلي دي. ډېر زندانونه هم ډک دي. چې کاکر هغه مړ نه ده. اوس دا اثار یې چې دي، دا کتابونه یې چې دي، هغه هېڅ زما فکر شکر اولادونه لرم. کاکر بعد از 5 سال از زندان برآمد. تا اینکه کشور به کام اژدهای جنگ داخلی رفت. استاد کاکر در قلب پرتپش خیبر پشتونخوای پشاور بار دیگر با منسجم ساختن روشنفکران افغان مصروف کار شد و در دیار مهاجرت هم کوشش‌های ملی خود را فراموش نکرد. پوهاند دکتر محمد حسن کاکر یک دوره دیگر با ارزش و کاری زندگی خود را آغاز می‌کرد. او علاوه بر خواندن، نگارش، ترجمه و تحقیق در یک پوهنتون امریکا نیز تدریس می‌کرد. پوهان کاکر در میان محققین ملی و بین المللی جایگاه ویژه‌ای دارد. این به خاطر که نوشته‌های او بر اساس معیارهای علمی است. تقلیدی برخورد د په اثارو کې نشته. د چې کله شی لیکلی دی نو هغه د نوښت سره مل دی. زوړ شی نه دی راخیستی. په تاریخ کې نوښت نه کیږي، خو د تاریخي پیښو په تسلسل او وډنه کې نوښت پکار دی. او په دغه برخه کې بیا کاکر تر نورو مورخینو د خپل عصر د مورخینو په تناسب مخکښ مورخ. یک افغانستان شناس امریکایی توماس بارفلد اثر پوهان کاکر را که یکی از 5 کتاب مهم در مورد افغانستان است انتخاب نموده و می گوید: من از 40 سال به این سو نوشته های او را تعقیب می کنم. در نوشته های وی ترکیب از تحلیل عوامل بیرونی و داخلی به مشاهده می رسد که چگونه مسیر تاریخ افغانستان را شکل می دهد. پوهان کاکر آدرس و الگوی آموزش برای پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و شاگردانش است. استاد کاکر با شامل ساختن متون تاریخی افغانی و مخصوصاً آثار با ارزش چون سراج التواریخ، نظامنامه‌ها و دیگر اسناد تاریخی در تاریخ نگاری معاصر افغانستان برای اولین بار تصویر متفاوتی را از رویدادها و روایت‌های تاریخی افغانستان در قرن 19 و 20 در اختیار جامعه اکادمیک گذاشت. پوهان کاکر در میان افغانها از گسترش افراطگرایی و کم شدن افکار انتقادی رنج می برد و حتی در سن 86 سالگی هم ترجمه هایی را می کردند که جوانان افغان را با تعلیم و فکر انتقادی تشویق کند.
استاد کاکر نه تنها برای فامیل خود پدر بلکه یک رفیق شیرین نیز برای آنها بود. مزاح می کرد و علاوه بر سالهای زندان، مسافری و مصروفیت‌ها باز هم تصمیم و استقامت زندگی را از دست نداده و ابعاد مثبت زندگی برایش زیاد مهم بود. ما یک روز از پدرکلانم درباره زندگی در زندان پرسیدم که آیا از آن ناانصافی هایی که در او وقت صورت گرفته حالا هم قهر هستین؟ پدرکلانم که دست بر زنخ نشسته بود گفت بچم، قهر به خاطر گذشته و مثل زندانی شدن است و ما هیچ وقت نمیخوایم که دوباره زندانی شوم. این قلم تا هنوز جاری بود، اما یک روز از انگشتان افتاد. این بار وجود خسته استاد کاکر به خاک شیرین خود برگشت که در لغمان در نزدیکی صدای موجهای دریای کابل به خواب ابدی پیوست. روحشان شاد باد و یادشان گرامی. یا بی جرڑو نزوی یا بی پر مرغوی یاد نیم اسمان وستوره یاد سیمن زبوی یا بی جرڑو نزوی یا بی پر مرغوی یاد نیم اسمان وستوره یاد سیمن زبوی یا کتروی در شبنم ز نمی پلا نمی نکوی نمی دوست نمی دشمن وی